یکی از طالب علم ها روزی که تمام میکند، ما زمانی که مثال مدینه میخوندیم، حالا اگر روید اگر بیریشا هست در دانشگاه ها، در زمان ما ریشه قیچی میزدگی نبود. طالب علم دانشگاه یک سیمای خاص داشت که حتی در بیرون، در مکه، در کجای سعودی اگر در مملکت بینید میگوید که تو طالبی دانشگاهی مدینه هستی، گوید همه گفت. یه سیمایی مخصوص داشت، یعنی ریشاش نرسیدگی هم خیلی آدم بود. وقتی که تمام میکند دانشگاه، ریشاش تمیه تراشه در داخل یک کنورت میماند ریشاش یو و نزد مدیر جامعه، مدیر دانشگاه ریشه در آورده میاد که هذه بضاعتکم ردت الیکم، این مال شما به خودتان برگردانیده شد. تمام کرد، دیپلمای میگیره، ریشای تراشه در داخل کنورت کرده برده به مدیر دانشگاه داده است که من این مالاتونو گریتان افته. نعوذ بالله. گاه ها استادمون میفتن که سبب همین خیل آدم ها، یعنی گاه ها پدر و مادرش ناراضی کرده اومدگی، رنجانیده اومدگی، بعد میبیاد فتنه و گرفتار میشد. در راهی طالب علمی هم همه وقت طالب علم ماشاءالله موفق نیست.